آزمایشات علمی، این جادو نیست، این یک آزمایش علمی کوچیک خارق العاده است. یه سرنگ رو بردار و سرش رو ببر، در پوش بطری رو بچسبون بهش و به بطری آب وصلش کن. حالا شما یه شیر آب ساده در فضای باز داری. داخل سرنگ آب بریز و بین دو لیوان معلق قرارش بده. با اشاره‌گر لیزری نور رو به سرنگ فوکوس کن. قطرات آبی که میریزه پایین جداره‌های لیوان مثل عدسی عمل میکنه، چون تبدیل به یه میکروسکوپ با قدرت بالا شده. پودر آهن رو روی اسلایم بپاش، اون رو خوب مالش بده. سپس آهن رو برو بهش نزدیک کن. شما یه ماده جادویی داری که کلی باعث هیجان بین بچه هاتون میشه. سیم مسی رو بپیچید دور میخ فولادی و میخ مسی. 5 تا به این صورت درست کنید. به لیموی تازه وصل کنید. با سیم مسی انتهای میخ فولادی رو به لامپ و از طرف دیگه با سیم مسی انتهای میخ مسی رو به لامپ وصل کنید. لامپ روشن میشه. این جریان الکتریسیته است که میتونید موبایلتون رو هم باهاش شارژ کنید. اگه گیره کاغذ رو پرت کنید تو آب غرق میشه، ولی با کمک سیم دیگه به آرومی داخل آب بذاری روی سطح شناور میشه. این قدرت کشش سطح آبه. دهانه بطری روی خالی رو با گاز استریل ببندید و برگردونید روی لیوان. زغال بریزید داخل، سنگریزه و ماسه و آب رودخونه رو اضافه کنید بهش. به راحتی آب تصفیه میشه و قابل نوشیدن میشه. دور کلید رو با سیم نازک به هم وصل کنید. قطب‌های مثبت و منفی باتری رو وصل کنید به سر کلیدها. حالا شما یه چاقوی برقی حرارتی دارید. این قانون مقاومت الکتریکی است. لایک یادتون نره.